وقتی یک کنشگر اجتماعی یا فعال سیاسی بازداشت میشه، بستگی به موقعیتی که در میان سایر گروه ها داره، میزان اعتمادی که دیگران به اون دارن، میزان ارتباط هایی که داره، قدرتش بر بسیج مردم، قدرتش بر سازماندهی و فرماندهی مردم، ممکنه رویکردهای های متفاوتی از سوی دادستان ها، بازپرس ها و نیروهای امنیتی نسبت به اون صورت بگیره. ممکنه نخست با یک تعهد ساده آزاد بشه و همچنین امکان داره که دچار زندان طولانی، بازداشت انفرادی و شکنجه بشه. در مورد تعهد، نظر من اینه که هر گونه تعهدی به منزله انعقاد یک قرارداد بین فعال اجتماعی یا متهم امنیتی با حاکمیت به منزله تعهد بر عدم تکرار به هر گونه فعالیت سیاسی است و ممکنه بعداً از سوی نیروهای امنیتی به عنوان مستند در دادگاه علیه اون شخص ازش استفاده بشه، چون به هر حال اینا تعهد طوری میگیرن که معنیش التزام به عدم تکرار جرم باشه و یک جور اقرار ضمنی درش مستتر هست که قبلا جرم صورت گرفته و دیگه تکرار نمیشه. بعضی وقتا متهمین مدت طولانی بازداشتشون طول میکشه، بعضی وقتا هم با وثیقه و کفالت و اینها آزاد میشن. اما خطرناکترین موقعیت اون وقتیه که دستگاه قضایی و یا نیروهای امنیتی بازداشت متهم رو کلاً انکار میکنن، مثل اتفاقی که برای دنیا فرهادی، برای آیدا رستمی و اخیراً برای سپهر شیرانی در زاهدان افتاد. متهمی را که در روزهای اول خیلی تحت شکنجه قرار میدن که متاسفانه جان خودش رو از دست میده، به بیرون از زندان منتقل میکنن. صحنه سازی برای نوع دیگری از قتل ایجاد میشه و بازداشت اون انکار میشه. بعضی وقتا هم ناپدید سازی قهری نسبت به متهمین صورت میگیره. از این رو ما توصیه میکنیم وقتی که کسی بازداشت میشه، بستگانش، اطرافیانش، دوستانش حد اکثر بعد مثلا 24 ساعت 48 ساعت که از بازداشت اطمینان حاصل کردن اطلاع رسانی کنن رسانه‌های داخلی و خارجی معتبر که اخبار اونها صادقانه و منصفانه هست و انتقالش به دیگران به طور صحیح صورت میگیره رو مطلع کنن که چه کسی، چه ساعتی، چه تاریخی، چگونه بازداشت شده، ویژگی های اون چی بوده، فعال اجتماعی بوده، فعال سیاسی بوده، حقوق زنان بوده، کارگری بوده و آیا هنگام بازداشت مورد اهانت و تحقیر و توهین قرار گرفته، مورد خشونت قرار گرفته یا نه. فایده این چیه؟ از خودمون بپرسیم چرا وقتی کسی بازداشت میشه نیروهای امنیتی به اون فشار میارن، تهدید میکنن، ارعاب میکنن که بازداشت رو رسانه‌ای نکنه، اطلاع رسانی نکنه، خانواده هاشون همینطور تحت فشار قرار میدن. واقعیت اینه که زندانی سیاسی در دست رژیم یک گروگان، یک اسیره که اونها میخوان سلطه کامل خودشون رو اعمال کنن و هر جور برخوردی که میخوان باش داشته باشن. وقتی که دیگران اطلاع پیدا کنن دیگه نمیتونه وجود متهم در زندانهای خودش رو انکار کنه، دیگه نمیتونه هر جور برخوردی بخواد بکنه، دیگه نمیتونه اون رو در معرض شکنجه های شدید قرار بده و یک واهمه و یک وحشتی از افکار عمومی داخلی و جهانی به هر حال خواهد داشت، چون مشروعیت اندکی هم که ممکنه ازش مونده باشه بین همون طرفدارای خودش از دست خواهد داد و در مقابل افکار عمومی جهان هم باید پاسخگو باشه. از سوی دیگر وقتی که با کثرت بازداشت شده ها مواجه میشه، رژیم به هر حال شرایط برای اون انقلابی و ملتهب نماینده میشه و رژیم همیشه دوست داره بگه اوضاع امن و امانه و هیچ اتفاقی نمیفته. همچنین افزایش تعداد بازداشت شده ها دلیل ناامنی کشور، دلیل تعدد مخالفانش هست و نمیخواد این اتفاق بیفته. بنابراین برای که رژیم موفق نشه که در زندانها خشونت زیادی نسبت به زندانیان سیاسی اعمال کنه، توصیه میکنیم که حتما بازداشت رو به اطلاع رسانه ها برسونین و اجازه بدیم که یک حق اساسی زندانی سیاسی، حق زندگی، حق حیات، حقوق بشری اون مراعات بشه و
به عنوان یک اسیر و گروگان رها شده و فراموش شده در اختیار نیروهای امنیتی قرار نگیره. متشکرم و ممنون.